توی این ویدیو قرار راجع به سیاره شگفت‌انگیز LHS 3154b صحبت کنیم که توی مدار بسیار نزدیک به ستاره خودش قرار داره. قبل از اینکه بریم به ادامه ویدیو ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و اون رو برای دوستاتون هم بفرستید. این سیاره توی سال 2023 توسط تیمی از دانشمندان کشف شد و از نظر علمی بسیار جالب و مهمه. توی این ویدیو قراره به شما بگم که چرا این سیاره اینقدر مهم و خاصه. به طور کلی سیارات نپتونی سیاراتی هستن که جرمی بین 10 تا 25 برابر جرم زمین دارن و بیشتر از گاز و مایع تشکیل شدن. این سیارات معمولا در فاصله دور از ستاره هاشون قرار میگیرن، چون که توی فاصله های نزدیک گرمای ستاره میتونه جو سیاره و مواد توی اون رو از بین ببره. اما این سیاره یه استثناست. سیاره LHS 34b فاصله تنها 25,000 واحد نجومی از ستاره خودش داره که حدود 3.7 میلیون کیلومتره. برای مقایسه فاصله زمین از خورشید حدود 1 واحد نجومی یا 150 میلیون کیلومتره. این یعنی این سیاره بسیار نزدیکتر از حتی عطارد به ستاره خودشه. این فاصله کم باعث میشه که دوره مداری این سیاره تنها 3.7 روز باشه و دمای سطحی اون به حدود 400 درجه کلوین یا 127 درجه سانتیگراد برسه. این دما برای یک سیاره نپتونی بسیار بالاه و ممکنه باعث تبخیر بخشی از جو و مواد سیاره بشه. حالا سوال اینجاست که چجوری این سیاره تشکیل شده و چه ساختاری داره که تونسته توی این فاصله از ستاره خودش دووم بیاره. دانشمندان چندین فرضیه مختلف برای پاسخ به این سوال دارن. یه فرضیه اینه که این سیاره در ابتدا توی فاصله دورتری از ستاره خودش تشکیل شده و بعداً به دلیل تعامل با دیسک گردابی یا سیارات دیگه به مدار نزدیکتری منتقل شده. این فرآیند میتونه میلیون‌ها یا میلیاردها سال طول بکشه و در طول اون سیاره ممکنه بخشی از جرم و جو خودش رو از دست بده. یه فرضیه دیگه هم هست که میگه که این سیاره در ابتدا توی مدار نزدیک خودش، یعنی همین جایی که هست، تشکیل شده و به دلیل ستاره کم جرم‌تر از خودش تحت تاثیر گرمای زیاد این ستاره قرار نگرفته. اما فرضیه دوم نیاز به شرایط خاصی برای تشکیل سیاره داره و ممکنه با داده‌ها و مشاهداتی که تا کنون ما اونا رو میدونستیم در تناقض باشن. برای بررسی دقیق‌تر این سیاره دانشمندان نیاز به انجام مطالعات بیشتری دارن. یکی از این روش‌ها که میتونه به ما کمک کنه اندازه‌گیری طیف جو این سیاره است. این طیف میتونه نشون بده که چه گازهایی توی جو این سیاره وجود دارن و چه واکنش‌های شیمیایی توی اون رخ میده. این اطلاعات میتونه به ما در مورد ساختار و تاریخچه این سیاره کمک کنه. اما اندازه‌گیری طیف جو این سیاره بسیار دشواره، چون که فاصله خیلی زیادی از ما داره و دوم اینکه ستاره‌ای که توی اون سامانه خورشیدی وجود داره بسیار کم نوره. برای این کار نیاز به یه تلسکوپ بسیار پیشرفته، بزرگ و حساس داریم که میتونه نور کمی که از جو سیاره عبور میکنه رو جدا کنه و به خودش برسونه. و اینم اضافه کنم که با تلسکوپ هایی که الان داریم عمرن بشه همچین کاری رو انجام داد. اما خب امیدواریم که توی آینده نزدیک بتونیم از این سیاره بیشتر بدونیم و به سوالاتی که توی ذهنمون وجود داره راجع به اون پاسخ بدیم. ممنونم که تا اینجا ویدیو با من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک و کانال من رو سابسکرایب کنید.